آغاز کنم به نام مادر، دلنامه احترام مادر. هر صبح روم به سان خورشید، با خنده بری سلام مادر. درود بینندگان عزیز و ارجمند، درود به مادران مهربان و مهرافزون. اینک به افتخار بزرگی مادران مهربان نشر سیوم برنامه عرض مهر را در سال 2025 پیشنهاد شما می نماییم. چون همیشگی ما در استودیوی خود مهمانان داریم و فرزندان از راه‌های دور و نزدیک آمدند تا که محبت نامه دل خود را به مادران خود افشا نمایند، زیرا عرض مهر مهرنامه فرزند به مادر. و اینک اشتراکچی اول را دعوت میکنیم. مرحبا. майсара шодева хонандаи синфи нӯи А мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакони ятим ва бепарасторони шаҳри душанбе. лоиқ чералӣ. акси модар. қиблагоҳам, модари олампаноҳам, дастҳо дар пиши бар, дар пиши дар истодасти ҳанӯз. аз дару даргоҳи ман ҳарчанд рафти зери хок, ҳамчунон тимсоли меҳру эътиқодасти ҳанӯз. пеши дар истодаи, эй модари чашминтизорам, эй сари сабзам, умеди зиндаам, субҳи баҳорам. пеши дар истодаи, гӯё саропои зиндаи, бо ҳамон назораву бо ҳамон лабхандаи. модароне будаанд, афзун ба олам тифлаконе зодаанд, лейк волотар зи модар будаи, будаи ҳам модару ҳам офаринанда. баски бо навзод тавъам шоире ҳамзодаи, шоире дилдодае озодае. маншаи шеъри сафедам буда аз шири сафедат. модарам баски сафедиҳо ҳама аз орзуҳои сафеди туст. одамӣ гар орзуи зиндагӣ дорад, зиндагонӣ гар умеди боз ҳам пояндагӣ дорад. пояаш бар орзую бар умеди туст. қиблагоҳам, модари олампаноҳам, рафтаи гар чизи дунёи дудар. дар сарат қасри сафед, дар рухат нури умед. дастҳо дар пеши бар, дар пеши дар истодаи, гӯё дар пешвози меҳмон омодаи. гӯё дар остона роҳпои ҷовидона, ҳам маро ҳам аз тамоми рӯи дунё меҳмонҳои маро. آفرین، خیلی شعری زیبا. تشکر میگم از شما و همزمان قرائت بسیار گوارا. استاد لایق یک عکسی که در همون پیشتاق خانهشان عکس مادرشان است، از همان الهام گرفته چنین شعر دلنشین را ایجاد کردم. آن عکس را تاریخ گواه است که محیدین آلینپور برداشتند و ببینید بزرگی شاعر را که حتی یک عکسی که در پیشتاق خانه است چگونه وصف زیبا کردند. و اینک اشتراکچی دیگر را دعوت میکنیم. محصفه رسولова خواننده صنف دهمی مکتب اینترنتی رقم 1 شهر دوشنبه برای کودکان یتیم و پرستار. شعر از محیدین فرهاد. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهری به مانندی او را سالها پروردم، می نهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. خود گواه است آفتاب صبح بر اقبال او، طالع من فیض دارد از صفای مادرم. در گل باغی امیدم بوی نیکی می رسد، در نهادم نقش بسته گفته های مادرم. کاروانی زندگی با راه عالی می رود، می برد سوی مراد دل ندای مادرم.
در میان دوستانی خویش دارم آبرو، بر عمل آمد سراسر مدعای مادرم. شعرم از مهری وطن پیوسته می گیرد برار، بر سخن الهام می بخشد بقای مادرم. شعر فرهد می فزاید دم به دم با نام او، باز از دل شعر می گویم برای مادرم. تشکر زیاد، خیلی زیبا. احسن میگویم به شما و بینندگان عزیز. باید محبت نامه دل فرزند به مادر همین گونه ابراز شود تا که مادران مهربان بزرگی خود را دهچند احساس کنند. مرحمت اشتراکچی دیگر. احمد آزایر، خواننده صنف نهی ب، مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه برای کودکان یتیم و بپرستار. به نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر، نمیگردد ولیکن آن برابر با این پرقوتی با مهر مادر. فقط مادر به هر گرما و سرما همیشه بر سری گهواره ایما، نکردن میژه ته بنشسته شبها بپود او چو جان بگرفته در بر. وجودش چون به فرزند است پیوند و را خواند به خود جان و جگر بند. اگر خار زند بر پای فرزند دلی مادر شود غمگین مقرر. برای فکر و یادی پر امیدش، برای حرمت موی سفیدش، به جان هم حرمت و عزت کنیدش، نباشد تا که چشمش هیچ گهتر. سلام باشید. بهتر از شبنم روی گل اگر چیزی هست، اشک شادی است که بر چهره مادر باشد. اینک اشتراکچی دیگر را دعوت میکنیم. خوجازاده فرهناز، خواننده صنف 11 ای مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه برای کودکان یتیم و بپرستار. شعر از استاد میرزا ترسونزاده. دل مادر. اگر از گریه کردن آب میشد دل من بود، با سیل اشک میشد غرق منزل من بود. اگر آسان نمیگردید مشکل من بود، با زیر موج دریا مانده ساحل من بود. اگرچه مردن فرزند را در جنگ دیدم من، اگرچه بارها بیگانه دلسنگ دیدم من، با امیده که بینم چاهکنها را به زیر چاه، نمردم گرچه با چشمم اجل هر رنگ دیدم من. نمردم زیستم فرزندی خوردم را کلان کردم، شب توی عروسی اشک شادی را روان کردم. گمان کردم که آبی دیدم مرجان گشت مرجان را، با کلین پیشکش کردم دعا چون مادران کردم. ندارم طاقتی داغ پسر دیدن دیگر هرگز، سراسر سوختار پرشرر دیدن دیگر هرگز. به هر یک خانه طفلی بی پدر دیدن دیگر هرگز، حیات آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. تشکر میگیم. خیلی شعر زیبا از استاد ترسونزاده. خب اینجا دلسوزی مادر در این شعر ifade گردیده بود و استاد ترسونزاده شعرهای فراوان در ستایش زن مادر دارند. یکی از شعرهای مشهورترینشان این است که زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما، نارسیده باده در جام میمانده ما. زن اگر ما را نمیبخشید عمری بر دوام، بی تخلص بی نسب به نام میمانده ما. مرحمت شما. آیشه عبدالله هستم، خواننده صنف 9 مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و بپرستار شهر دوشنبه. مصدق در تهنیت مادر. به مثل غنچه های نوبهاران بی خزان باشه، تو شمع و شعله و نور زمین و آسمان باشه، تو با نام نکوی خود به عالم جاویدان باشه، تو فیض زندگی ما چراغ خاندان باشه، برای ما تو یک عمر عزیز و جانفشان باشه. ایا مادر مدار دل مدار جسم و جان باشه، تو غمخوار و ستم بردار بهر کودکان مادر، با بالای سری تنهایشان چون پاسبان مادر. همیشه مهربان هستی، همیشه مهربان مادر، توی از بحر فرزندان جهانی بیکران مادر. با دلسوزی و غمخواری یگانه در جهان مادر،
دعا گویم همیشه در امان باشی. نباشد بیروخی تو شادی هم در دل فرزند، نباشی نیست نور مادرها در منزل فرزند. شود برباد بی تو آرزوی باطل فرزند، ندارد بی تو معنا هیچ گاه محفل فرزند. تمنا می کنم در زندگانی کامران باشی. خیلی خیلی زیبا خواندید، اما اگر از شما مادرتان در همه لحظه های زندگی اگر محبت نامه انتظار باشند، شما با کدام سخن ها برای مادرتان محبت خود را بیان میکنید؟ مادری جانم، شما را از همه بالاتر می دانم و شما را دوست می دارم. همین گونه بیان میکنم. تشکر، خیلی زیبا بیان کردید. سلامت باشید آقای شبانو. و البته سپاس میگویم از مؤسسه دولتی مکتب اینترنتی رقم 1 برای کودکان یتیم و بیپرستار که خیلی این لحظه فعال بودند. بینندگان عزیز و ارجمند، این ادامه برنامه عرض مهر است و البته در برابر آنی که اینجا اشتراکچیان در ستایش مادران شعر و سخن گفتند، البته باز هم اشتراکچیان هستند که برای مادران مهربان سرود میخوانند. و اینجا عبدالله نظروف خواننده مؤسسه تحصیلات میانه رقم 118 شهر دوشنبه همراه استادشان عمر کریموف آمدند تا که یک ترانه زیبا را در ستایش مادر برای ما و شما پیشنهاد کنند. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من. اگر یک شب زیمن پیغام نداری، تو شب آرام نداری. اگر یک شب زیمن پیغام نداری، تو شب آرام نداری. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من. مرا هرگز مده تو نازی بسیار که من نیستم سزاوار. مرا هرگز مده تو نازی بسیار که من نیستم سزاوار. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من.
با من گویی نیا ناوقت به خانه کنم صدها بهانه با من گویی نیا ناوقت به خانه کنم صدها بهانه پیش از خواب باوری های تو میشم مادری من فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من قربان سر و پای تو میشم مادری من فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من. آفرین. غایب سفرزاده شاعر شهیر ملت میگوید که در سر گهواره فرزند خود مادر از شب زنده‌داریش بزرگ. اینک ما دعوت میکنیم اشتراکچی نوبتی را. من زیبنیسا رحمان و خواننده صنف 11 مکتب اینترنتی رقم 1 برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر دوشنبه. الو مادر دعای کن برایم که سالم تا به درگاهت درایم. منم فرزندی رهدور و هزینت دعای کن که محتاجی دعایم. با خون دل کلانم کرده ای تو خبردار از جهانم کرده ای تو بیابم تا نصیب زندگی را به دوری ها روانم کرده ای تو روان کردی و گفتی ای جگربند بیرو خان و بیشو شخصی خیردمند بیشو تو آبروی ملت خود به شعر و شاعری دلبند. شما سلام باشید. ای زید که وجود مادران را چو سیریشت بنهاد به زیر پایشان روی بهشت. هر کس که همیشه یاد مادر نکند در دیده دو گیتی بود آدمی زشت. مرمت اشتراکچی دیگر. خواننده صنف 9 ب مکتب اینترنتی رقم 1 شهر دوشنبه صابر فمرالی. سیریشتی من نهادی من تو بودی صفای بامدادی من تو بودی ایا مادر به آنسان بی سوادی نخستین استادی من تو بودی جهانساز و جهان‌آرای ایزن ستون گنبد مینای ایزن نه تنها قلعه دلهای ایزن که حتی قلعه دنیای ایزن. طبیب به کودک گفت مادرت میمیرد. کودک گفت کی؟ طبیب گفت فصل پاییز. کودک گفت فصل پاییز کی فرا میرسد؟ طبیب گفت وقتی که برگ‌های درختان میریزند. کودک با خود سوزن و رشته بگرفت تا که برگ‌های درختان را به هم بدوزد. دوستان عزیز، واقعا همه انسانیت مادرش را دوست می‌دارد، اما کودکان بیشتر و نمی‌خواهند که مادرانشان یک لحظه از کنارشان دور باشند. ولی کودک در جواب گفته‌های طبیب همین گونه عمل را اجرا کرد و در سوی ما نیز کودکان دوسترو آمدند تا که محبت نامه دل خود را به مادران خود بیان کنند. مرحبا. من رحیم‌آوا شهزاده، خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 از ناحیه فیض‌آباد می باشم. می خواهم بهر مادران شعر و روایت‌های را پیشکش نمایم. قدر مادر گر بدانی صاحب دولت شوی، خاک پایش گر ببوسی داخل جنت شوی. مادر جان، هر یک تار مویت را می پرستم، زیرا موی چون شب سیاه و چون روز سفیدت برای به کمال رساندن جگربندانت سفید گشته و در رخساره های گل صدبرگت آژنگ ها پدید آمدند. تمام عمر بهر پیشروی و سعادتمندی روزگار فرزندانت کوشش کرده ای و به زندگی ما شکوه و شهامت بخشیده ای. ای مادر دل سوزم، ارمان شب و روزم، بر راه تو چشم چار میدوزم و میدوزم. با شعر تو را جویم
سطری که به نام توست میبویم و میبویم. یک دست گل بهار باشد مادر، صبری دل بیقرار باشد مادر. گر شاهی یا گدایی در ملک غریب، بر راه تو انتظار باشد مادر. من میخواهم باز شعر را از جمشید جان سفرزاد بهر مادران غمخوار قرائت نمایم. توی درمان به درد بی‌دوایم، توی ارمان به جان بینوایم، توی گنج نهان بی‌بهایم. ندیدم بهتر مثل تو مادر، تو هستی راهگشای روزگارم، تو هستی غمگسار و غمبرارم. توی با چشم چار در انتظارم، ندیدم بهتر مثل تو مادر. تو باشی زیبی حولی و در من، تو باشی سایه اندر سر من، تو باشی یاور و هم رهبر من. ندیدم بهتر مثل تو مادر. توی روشنگر شبهای تارم، ماه و خورشید هر لیل و نهارم. توی سرسبزی حسن بهارم، ندیدم بهتر مثل تو مادر. تو باشی سجدگاه و قبلگاهم، بجز مهر دیگر پاداش نخواهم. توی بخشنده هر یک گناهم، ندیدم بهتر مثل تو مادر. تشکر میگیم. سلامت باشید بینندگان عزیز. البته محبت مادر ما را وادار میکند که نابسته از راه دور و نزدیک اینجا آییم تا مهرنامه دل خود را به مادر خود بیان بکنیم. و واقعا شاعر سلیم زرفشانفر میگد که زماه آرند خاک این دم، ولی من برم تا ماه خاک پای مادر. مرحمت شما. من میرکزاده بیبی آسیه، خواننده صنف 4B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 49 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه می باشم. میخواهم در وصف مادر یک شعر بگویم. مادری رهدور پزمانت شدم، با دلی رنجور پزمانت شدم. روشنی چشم بینایم توی، ای ضیا و نور پزمانت شدم. زی مادر به دنیایی پند آمدم، نه از بحر نیرنگ و فند آمدم. به شهری محبت غزلخوان و شاد، زی دامانی کوهی بلند آمدم. تشکر. باز یک شعر دیگر میگویم. تو بودی مادرم عالم دیگر بود، زمین در زیر پایم سیم و زر بود. هر آنچه خواسته بودم از خداوند، برایم دسترس و پیشی نظر بود. تو بودی مادرم من شاه بودم، همیشه همنشین با ماه بودم. کسی چون من نبود خوشبخترین کس، که چون پول دو بین راه بودم. باز یک شعر دیگر وصف مادر میگویم. مادر مادر بود و نبودم مادر، مهری تو همیشه در وجودم مادر. در دامن پاکی تو نمازی دلی من، در دامن خاکی تو سجودم مادر. در باغ بهشت بوی مادر باشد، مهتاب بهشت روی مادر باشد. در جهان تشنه زاری دیدار، دو چشمی ترم به سوی مادر باشد. شما تشکر. خیلی زیبا. احسن میگیم به شما. کودکی هایم به یاد آید دلم گم میزند، یک دمی طفلانه با عمر برابر بوده است. بینندگان عزیز، این ادامه برنامه عرض مهر است و باز هم اشتراکی نوبتی را دعوت میکنیم. مرحبا. من شفای پیرو، خواننده صنف 9A مکتب اینترنتی رقم 1 برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر دوشنبه. غزل از لایق شیرعلی. مادرم با تشنه جانی یاد می آرم تو را، مادرم با دلگرانی یاد می آرم تو را.
در محیط همزبانان زبان گم کردم چون نیابم. در محیط همزبانان زبان گم کردگان چون نیابم همزبانی یاد می آرم تو را. چون تو هم بگذشتی و عمری جوانی هم گذشت، ده سفرهای جهانی یاد می آرم تو را. در جهان تنگ کوهستان گذشتی از جهان، همچو دوران جوانی یاد می آرم تو را. هرگاه در خود فرو مانم و یا خود لحظه سخت گیرد زندگانی یاد می آرم تو را. یاد می آرم تو را چون یادی تو یادی من است، چون تو اصل جانی یاد می آرم تو را. سلامت باشه. خیلی زیبا، تشکر میگیم. خوش به حال آن که همراهش دعای مادر است، در گلستان ادب ذکرش رضای مادر است. مرحمت شما. من همدمزاده شکرانه، خواننده صنف 9 مکتب اینترنتی رقم 1 برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر دوشنبه. شعر از استاد لایق مادر. با دو چشمی خیره‌بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم. موج موهای سفیدت از سفیدی ای دل است، با همه پژمردگی سامان بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آمد زی سوزش های دل، در غم من کوچه خندان خانه گریان مادرم. بینگری هر بار بر گهواره خالی من، یاد آری از من و رزق پریشان مادرم. از زمین لرزه ستون خانه ات ترقیده است، ای ستون روزگاری نابسامان مادرم. یک عصا بار غم پیری نتواند کشید، ای صبوریت فزون از سنگ و سندان مادرم. سوی لب نابردنان از دست لرزانت فتد، باز هستی با اجل دست و گریبان مادرم. سلامت باشید. خیلی زیبا، سپاس میگیم. و البته بینندگان عزیز، در برابر آن که نورسان و خوانندگان دانشجویان در برنامه ما اشتراک میکنند و محبت نامه دل خود را افشا میکنند، همزمان مادران قدردان و مهربان نیز، آموزگاران نیز در این برنامه اشتراک میکنند که یکی از آنها را به صحنه میخوانیم تا که محبت نامه دل خود را برای مادران ابراز بکنند. مرحبا. بایوی بیبی هلال هستم، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 ناحیه ورزاب، دهه خوشمنظره تگاب. البته هر یک فرد میخواهد برای مادر سخنهای شیرین و گوارا گوید، زیرا مادر چه کلمه گواراست. در این نام آنقدر معنا نهان است که آخر ندارد. مادر رمز احیای طبیعت، رمز گلگل شکوفی، رمز آسمانی بلند و صاف، رمز آفتابی پرمهر است. مادر در آغوشش فرزندی عزیز و دلبندش را با مهر و محبت صمیمی به وای میرساند و هیچ قدرت به قدرت مادر و مهر مادر برابر شده نمیتواند. همه مادران آرزو دارند که فرزندشان در آینده یک فردهای نیرومند و عاقل و دانا به وای رسند. خب آرزوی مادر بهترین آرزوی است برای فرزند، برای تربیه فرزند. خب تشکر میگیم. البته میخواستم از زبان شما همچنین آموزگاری ورزیده بدانم که ما گفتیم بیشتر کودکان به مادران محبت دارند و اگر انسان به اندیشه شما بزرگسال شدن گیرد، به مادر بیشتر نیاز پیدا میکند. البته وای فرق ندارد فرزند خواه 5 ساله باشد خواه 50 ساله، به مهر و محبت صمیمی مادر نیازمند است. تا یک عمر برای محتاج نوازش های مادر است فرزند و باشد که فرزندان مادران را نیز انا همین خیل با یک صمیمیت پاک مادران را احترام کنند و بدانند که ارزنده ترین شخص در حیات انسان این مادر است. خب مادر شما هستن؟ متاسفانه نه. اگر دوباره قسمت شود و برگردن برایشان چیکار میکنید؟ جهان را برایشان میبخشیدم.
ترسونزاده بزرگ در وصف زن مادر بسیار خوب سرایده است. ببینید امروزها چقدر زنها در تمام ساحه ها کار و فعالیت کرده ایستادند و میگوید که خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. لایق بزرگ هر یک مصرعی که آفریده است برای زن، برای مادر بسیار چی است، گوارا است، البته تربیه بخش است برای نسل امروزه، نه تنها برای نسل نورست، برای تمام انسان های بشریت. خب بینید که موضوع مادر فکر میکنم با هیچ یگون سخنی ارزشمند به همین نام مادر برابر شده نمیتواند. زیرا مادر احیای طبیعت است، مادر تولیدگر است، مادر بزرگترین و ازلیترین شخص است که انسان را به دنیا می آورد و بوایه می رساند و تربیه می کند. باشد که مادران فرزندان خوب، فرزندانی با ادب بوایه رساند. خب می توانید در پایان صحبت یک شعر زیبا برای مادران قرائت کنید؟ مادرم می گفت دایم وقت خواب کن، البته با پهلوی راست. این همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه و بازوی راست. نان را دایم به دستی راست گیر، پوش اول آستین راست را. گر بخواهی دستی راست ده، دستی چپ نه خیر دارد نه بقا. سلامت باشید معلم گرامی قدر. من باور دارم که این شعر تربیوی را که استاد لایق گفتن شما حتما برای شاگردانتان می آموزید و از روی این شعر حتما زندگی خود را رنگین و راه خود را راست میکنند. شما بینندگان عزیز، البته با همین میرسیم به پایان نشر سوم برنامه ارض مهر و اینجا چندین نفران از راههای دور و نزدیک به برنامه ما آمدند، محبت نامه دل خود را ابراز کردند، مخصوصا از مکتب اینترنتی رقم 1 برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر دوشنبه که چندین نفر اشتراک کردند، خیلی فعال بودند، ما سپاسگزاریم. و شاعر میگوید که در مدحیه و ترانه مادر گوییم، در عمر به هر بهانه مادر گوییم، پیریم و یا جوان ولی در هر حال با شیوه کودکانه مادر گوییم. اینجا به امید آن که مادران ما همیشه سرسبز و سربلند باشند و بیرنج و غصه باشند، نشر سوم برنامه ارض مهر را در سال 2025 به پایان میرسانیم. تا برنامه دیگر کامیاب و سرافراز و موفق باشید. خیر. با ما طریق این رقم ها در تماس باشید. برنامه ارض مهر تا عرفه جشن نوروز ادامه می‌یابد. این همه روزی که عمری ماست روزی مادر است. آتش نوروز هم یک شعله سوز مادر است.